گاهی علت طلاق مرد نیست، یعنی مرد علاقه ای به طلاق دادن زن ندارد و اتفاقا رابطه اش با زن هم یک رابطه خوب هست، هیچ مشکلی هم با زن نداره، منتها این زن هست که به علتهایی اصرار دارد که از مرد جدا بشه، اصرار داره که از مرد جدا بشود. در چنین شرایطی هم خداوند حکم می کند و اون حکم چیست؟ حکم این هست که خداوند می فرماید در چنین شرایطی فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افتدت به. در چنین شرایطی مرد و زن می توانند یک طلاق توافقی با هم دیگه داشته باشند. به چه معنا؟ به این معنا که زن آن مهریه ای که از مردش دریافت کرده را به او برمیگردونه و در عوض طلاقش را از مرد میگیره. این تنها موردی است که خداوند در قرآن بازگو کرده است که مرد میتونه مطالبه کند آن چیزی که به زنش داده است، در صورتی که هیچ مشکلی با زن نداشته باشه اما زن اصرار داشته باشه که میخوام از مرد جدا بشوم. نمونه اش در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم هم اتفاق افتاد. معروف است که صحابی رسول الله علیه و سلم به نام ثابت بن قیس انسانی بود که از نظر ظاهری و قیافه زیاد شاید مناسبی نداشت، قیافه چندان جذابی نداشت. همین قضیه باعث شده بود که زنش نتونه اون را تحمل کنه. زن ثابت ابن قیس نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم رفت و از او درخواست کرد، گفت که من نمیتونم با ثابت زندگی بکنم، با ثابت ابن قیس من نمیتونم زندگی کنم، نه ایرادی در دینش وجود داره نه هم ایرادی در اخلاقش، دیندار با اخلاقه، هیچ مشکلی هم نداره، ولی بالاخره من نمیتونم با او زندگی بکنم، معیار من با معیار او متفاوت است. برای مثال میخوام از او جدا بشوم. سوال کرد رسول الله صلی الله علیه و سلم، خطاب به این زن فرمود اتردین علیه حدیقته، آیا حاضر هستی اون باغی که ثابت ابن قیس به عنوان مهریه به تو داده، آیا حاضر هستی اون باغ را بهش برگردونی؟ اون زن گفت بله، باغش را بهش برمیگردونم. رسول الله صلی الله علیه و سلم اون مرد ثابت ابن قیس را احضار کرد، خطاب به او فرمود اقبل الحدیقه و طلقها تطلیقه، باغی که بهش دادی را پس بگیر و اون را رها کن، اون را طلاقش بده. چرا که رسول الله علیه و سلم چنین تشخیص داده بود که دیگه ادامه دادن این زندگی به درد نمیخوره. زنی که اینقدر نسبت به شوهرش حساس شده و نمیتونه وجود اون را تحمل بکنه، دیگه فایده نداره ادامه دادن این زندگی. ولی از اونجایی که ثابت ابن قیس که مقصر نبود، مشکلی نداشت، انسان متدین با اخلاقی بود، تقصیرات متوجه خود زن بود، به این خاطر باغ را از زن گرفتند و زن هم طلاق گرفت. این عرض کردم تنها موردی است که پروردگار در قرآن ذکر کرده است که در کتب فقه هم معروف است به بحث خلع، یعنی جایی که زن میتواند در برابر پرداخت مهریه یا چیز دیگری طلاقش را از مرد بگیرد. باز